وقتی درگیر زندگی روزمره میشیم اصلاً متوجه گذر زمان نیستیم. ناگهان چشممون رو باز میکنیم و میبینیم مثلا جام جهانی 2018 6 سال پیش بوده و به سختی باورمون میشه که 1 دهه گذشته. این نوع حس‌ها به ذهن خیلیا میرسه اما اغلب از اون میگذرن. در این ویدیو قراره کمی دقیق تر به این موضوع نگاه کنیم. چرا اینقدر سریع زمان میگذره؟ طبق آمار میانگین عمر جهانی حدود 79 ساله. البته در برخی کشورها این رقم بالاتره، مثل موناکو که میانگین بالای 90 ساله و در بعضی جاها کمتر، مثل چاد که حدود 50 ساله. اما به طور کلی میگیم انسان به طور متوسط 79 سال روی زمین وقت داره. اما آیا واقعا 79 سال وقت داریم؟ متاسفانه اینطور نیست. مسئولیت‌ها و هدف‌های متنوعی در زندگی وجود دارن که زمان میخوان. بیشترین زمان ما رو خواب میگیره. هر انسانی به طور میانگین 1/3 عمرش رو خوابه. یعنی حدود 26 سال از همون 79 سال فقط برای خواب از دست میره و 53 سال باقی میمونه. وقتی بچه‌ها به مدرسه میرن روزانه 8 ساعت از وقتشون در مدرسه میگذره. جمع این زمان به بیش از 17,000 ساعت میرسه. اگر زمانی که برای درس و مشق در خونه صرف میکنن هم به اون اضافه کنیم، در مجموع حدود 3 سال از عمر یک انسان صرف تحصیل میشه. به این ترتیب از 53 سال 3 سال دیگه هم کم میشه و میرسه به 50 سال. اگر کسی به دانشگاه هم بره حدود 2 سال دیگه هم اضافه میشه و میمونه 48 سال. سپس کار و شغل شروع میشه. مردم معمولاً هفته‌ای 40 ساعت کار میکنن و در طول عمر این زمان به طور متوسط به 10 سال میرسه. پس 10 سال دیگه هم از 48 سال کم میشه و میمونه 38 سال. حتی زمانی که در ترافیک صرف رفت و آمد به محل کار میشه حدود 2 سال از عمر رو میگیره. یعنی از 36 سال باقی مونده کم میشه. زمانهایی که صرف خوردن میکنیم هم در طول عمر به 4 سال میرسه که از عمرمون کم میشه و میمونه 32 سال. علاوه بر این کارهای خونه مانند نظافت، شستن ظرفا و شستشو به طور متوسط حدود 3 سال از عمرمون رو میگیره و 29 سال باقی میمونه. همه این زمانها برای کارهای اجباری صرف میشه. اما انسان‌ها عاشق وقت تلف کردن هم هستن. به طور متوسط هر انسان 13 سال از عمرش رو با تلفن همراه خودش مشغوله. اگر این رو هم کم کنیم فقط 16 سال باقی میمونه. این زمان تازه فقط شامل موبایله و استفاده از تلویزیون و بازی‌های کامپیوتری در اون حساب نشده. تا زمانی که به سن بازنشستگی برسیم بیشتر افراد بالای 65 سال مشکلات جسمی پیدا کردن و انرژی و توان دوران جوانی رو ندارن. زمانهایی که برای دارو و درمان گذاشته میشه باعث میشه از زندگی اونطور که باید لذت نبریم. بسیاری از ما فکر میکنیم خوشبختی در کار و درآمد بیشتره، اما در نهایت خوشبختی واقعی از چیزهایی به دست میاد که واقعا به اونا علاقه داریم. وقتی که زندگی و شغلی داشته باشیم که دوستش داریم قطعاً لحظات ما شادتر خواهد بود. به همین دلیله که بسیاری معتقدند نباید فرزندمون رو مجبور به انتخاب شغل خاصی کنیم، بلکه باید اونا رو تشویق کنیم کاری که دوست دارن انجام بدن. برای اینکه عمرمون رو بیشتر و بهتر حس کنیم باید هر روز زمانی رو به کارهایی اختصاص بدیم که دوستشون داریم. هر کاری که به ما حس لذت و معنا بده ارزشمنده و باعث میشه لحظات عمرمون بهتر به نظر برسن. هر انتخابی که میکنیم باید برای خودمون باشه و نه برای جلب توجه یا رضایت دیگران.
باید اون چیزهایی که باعث مشوش شدن ذهنمون میشه رو کنار بذاریم و سعی کنیم زندگی رو با انتخابای خودمون پیش ببریم. چون در این صورت زندگی برامون روشن‌تر و معنادارتر خواهد بود.